رو گرفتی؟ بسیار خوب. پرمصرف ترین مشترک خانگی ایران معروف به افعی برق تهران از ابتدای امسال تاکنون بدون توقف 105,920 کیلووات ساعت برق مصرف کرده و این مصرف به اندازه یک محله با 63 خانه است. بر اساس اطلاعاتی که توی قبض این مشترک پرمصرف این افعی اومده، مکانی که بیش از هر مشترک دیگری در ایران برق داره اونجا مصرف میشه یک خانه باغ متعلق به یک سفارت خارجی در پایتخت. الان یه مورد رو در تهران مثلا کشف شده که به اندازه 10 تا استان مصرف می‌کرد. بیش از 220,000 ماینر کشف شد. هر ماینر به اندازه یک کولر گازی که 24 ساعت کار بکنه مصرف میکنه. برای هر کولر گازی اگر حدود 2000 وات، بستگی داره که مدلاشون فرق میکنه. من متوسط میگم ما 2000 مثلا 2 کیلووات یک کولر گازی مثلا 2 کیلوواتی یا 2000 واتی در نظر بگیرید، رقم بسیار عظیمی است. حدود 1000 مگاوات ما فقط کشف کردیم. شاید چند برابر این همین وجود داشته باشه که ما کشف نکردیم. با ماینری که 24 ساعت شب و روز داره جریان ثابت میکشه، این که برای اون در واقع توزیع برق کاملا مشخص، صاف میتونه بره بالا سرشونو بگیره، برداره گوششو بگیره برداره ببره، یا مجوز داره که اونم تکلیف ما مشخص کنه. به کسی مجوز میدی بذات خونه. خب الان که ما برق نداریم، به من تولید کننده نمیدی، به اون ماینره داری برق میدی.